ما ناو نماز عصر خواندیم برآمدیم. این مردم هر چی کوشش میکنن در همه جا نزدیک اومده و در همه جا نماز 5 وقته شان خوانن. نگاه کنیم برادران، در اینجا باشه برادران سفره هایی که پیامبرمون محمد صلی الله علیه و سلم میشتن و همراه صحابه ها، همراه تابعین، همراه تبع تابعین صحبت میکردن و تعلیم اسلام میدادن و شو به حال همون افرایی که در همون شیشه نماز خوندن. در بین یک دیوار کشیدگان و هم خیلی رسمان قطع جدا کردگان برای مردم درون ندر آمدن. ولی نگاه کنید که ماشاءالله حرك يا شيخ. سلام على الصلاه قدم الوجه. مراجع برورسیان. کوشش کنید برادران نمازهای وقتی که آمدین مدینه بیهوده گشتن و وای نکنین بیاین نمازاتون کوشش کنین در همین راست استین و خوانین. انشاءالله که ثوابی یک دو رکعت نمازی که در اینجا میخونین 1000 ثواب بالا، یعنی از 1000 ثوابی نمازی که در دیگر مسجدها میخونین. تشكر